پور و اجازه داشته دیپلم اینگوری باشیم پشم ما تی دیپلم رشته برق الکترونیک میدم زادان در چیو در هنرستان انساناتی ششم بهمن گرفته سال 54 بعد از کنش من خدمت بورس بتگم بابل سال 54 یک شمای من خلاصه چون من 3-4 دانشگاه عوض کرده ایرانم نیاز نه که وارد جزئیات بیم بعد شد تقریبا 6 ماه تحصیل در بابل در مصر علی فنی نوشیروانی بابل دانشگاه هشت فن فدرالی سیاسی تقریبا و یادم سال بعد در کنکور شرکت کرد تو دانشگاه بلوچستان آزمان کم دزادان سال 55 قبول بودم بازم رشته برق الکترونیک من از کشم خدمت که سال 65 بودن وزارت علمی در جذب بودم دانشگاه سیستان بلوچستان در واقع بعد انقلاب و نزدیک 24 سال من به عنوان عضو علمی گروه ریاضی در خدمتم بعد 10-12 سال کار سال 76 عازم انگلستان بودم بورس به ما تعلق بورس تحصیلی در واقع مقطع دکترا و منچستر اول دانشگاه منچستر من مکانیک سیالات مسئله اجرایی هم من یک مدت مدیر گروه بودم و اما زمانی که در واقع مربی و فوق لیسانس عضو علمیتم و 2 سال تقریبا 2.5 سال ریاست دانشگاه زمان که در مرداد سال 68 تا 70 بکنم 1-2 سالی هم راه اندازی دانشگاه ایرانشهر در واقع دانشگاه موقع چی بود دیگه مجتمع مشالیت و قبلی هم که در جریان دانشگاه دید و کار اجرایی که داشته هم 2 سالی 2.5 سالی هم در واقع رئیس دفتر بورس استخدام و مدیر امور مجازی دانشگاه 2 سال 2.5 سالی بعدم 1-2 سال کار اجرایی نداشتم دوباره تقریبا 2 سال قبل در خدمتتون شما مرکز کامپیوتر مصر در واقع منیجر و به نوعی مدیر امور انفرماتیک دانشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن عرض تبریک به فارغ التحصیلان محترم دانشگاه‌های استان سیستان بلوچستان خصوص دانشگاه سیستان بلوچستان به فارغ التحصیلان محترم توصیه مختصری دارم. امیدوار هستم که به عنوان یک برادر بزرگتر از لحاظ سنی مورد قبول واقع بشه. به نظر من هر رشته تحصیلی میتونه در جهت توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی و سایر علوم مؤثر باشه. بنابراین دانشجویان فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف اکنون که فارغ التحصیل شدند میتونن رسالت خودشون رو به نحو احسن در سطح ملی و در سطح منطقه اجرا کنند. حبیب الله سالارزئی هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه سیستان بلوچستان و معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری. بنده در سال 1372 وارد مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان بلوچستان شدم و خوشبختانه بعد از در واقع اتمام دوره کارشناسی در سال 76 در دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی کشور پذیرفته شدیم. در دانشگاه علامه طباطبایی در طی سالهای 76 تا 78 دوره کارشناسی ارشد طول کشید و خوشبختانه در سال 1378 در آزمون دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بنده شرکت کردم و در بین 280 نفر از داوطلبانی که در این دانشگاه در آزمون دکترای مدیریت در
سال 78 شرکت کرده بودن، بنده حائز رتبه اول. دوره دکترایی در سال 1378 تا 83 به طول انجام. سال 84 با توجه به نیاز منطقه و نیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان و اعلام نیازی که در واقع از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفته بود، ما بورس دانشگاه سیستان و بلوچستان شدیم و خوشبختانه این دوران تحصیل ما از مقطع ابتدایی تا مقطع دکترا بدون هیچ گونه وقفه‌ای بسم الله الرحمن الرحیم. ما محمد عثمان حسین بور، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی. تا سال 64 دوران ابتدایی و راهنمایی در گشت که فعلا شهر یکی از هواپیمای سرامان درس من در دوران ابتدایی و راهنمایی. سال 64 تا 68 من سرامان رفتم، رشته علوم تجربی. سال 68 من در کنکور سراسری قبول بودم و رشته دامپزشکی ممانعت تا سال 74. از سال 74 تا سال 78 من در جهاد سازندگی سابق کار کردم. بنا به علاقه و بنا به اصطلاح شرایطی که من داشتم، من به جامعه شناسی علاقه‌مند بودم. در کنکور سال 77 من شرکت کردم. در همان سال من فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه الاهان قبول بود. 80 بلافاصله من دکترا قبول بودم و البته شروع درس ما از مهر 81 هست در دانشگاه علامه طباطبایی دکترا جامعه شناسی تا اواخر سال 85 و بعد از فارغ التحصیل من در خدمت شما هستم در دانشگاه سیستان و بلوچستان. متولد 1358 از روستای تمیم می باشم. تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه کردی تمیم به پایان رسوندم. برای مقطع راهنمایی روستای لادیز رفتم و دوران راهنمایی را در مدرسه راهنمایی شیخ مطهری لادیز موفقیت به پایان بردم. دبیرستان را در مدرسه شاهد شهرستان زاهدان به پایان بردم با معدل بسیار خوب. در سال 1378 در کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان پذیرفته شدم. در سال 1382 باز دوباره در آزمون سراسری دوره فوق لیسانس شرکت کردم و در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در سال 1384 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردیدم و در سال 1385 عازم کشور هندوستان گردیدم جهت گرفتن مدرک دکترا در رشته روانشناسی صنعتی سازمانی. در سال 2008 از دانشگاه اسلامی علیگرد فارغ التحصیل گردیدم و همکنون در گروه روانشناسی به عنوان هیئت علمی همکاری دارم. رویاش این که منی جامعه ایژوکیتد بی ایژوکیتد بودن به معنای مدرک آنچنانی نهند، به معنایش این که ته خوب و بد ابزانه بتونه و اطراف دیگران را نقد کنه. پس تاریخ بانن وش تاریخ را درس بگیره. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام هستم نسبت به تمام دانشجویان و به خصوص فارغ التحصیلان. بنده نیک محمد رشته‌ای، متولد 56 شهرستان سرامان، مقطع دبستان راهنمایی در سرامان، مقطع دبیرستان در دبستان دانشگاه زاهدان، مقطع لیسانس هم در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه یزد و مدرک ارشد هم کامپیوتر سخت افزار دانشگاه علوم صنعت ایران.
من از بابت خوشحالم که گندان سال به سال ماشاءالله تعداد دانشجوی بلوچ بیشتر بود، چی باعث افتخار برای ما. بله چیزی که بیشتر ما را نیاز است از دانشجو بودن به حال یک مسیری. چیزی که ما را خیلی لازم هست نخبگانه. اگر دانشجو درس منطقه در دانشگاه هدف اصلی فقط چی بود؟ آدم یک درس باید، یک مدرک بگیر تو بعدم به اصطلاح یک کارو که گیر بیاره، واقعا من فکر کنم در شأن ما شما و در شأن دانشجویان بلوچ نه. واقعا چیه که ما بایستی ازا چیزی که لازمه باید خیلی بیشتر درس بخونیم، ازا چیزی که الان وجود داری بایستی تعداد قبوله ما خیلی بیشتر بده. من تبریکشون تمامی براسوگارانی که فارغ التحصیل بودن در تمام مقاطع، چه دانشجویان در مقطع کارشناسی و چه مقطع ارشد و حتی اگه دارن دکترا. واقعا زحمت کشتش، دستش درد مکن به نتیجه تلاش در واقع نتیجه وقتی گندگان تمام. ولی من لوت من خواهش دلیم خواهش یشون شما چون که یه مقطع دوکا مدارن پتر. اگر لیسانس هم بوانم به فوق لیسانس، اگه فوق لیسانس به دکترا انشالله توان هست. اگه همت ببینید چه شما توان هست. اشترا ما یک براسو گارن وجود تا فکر تا سلولن تا گندگان. یشی که ما توان تا شما هم توان. گنده لوت منی خواهش شما چنیشین که دل سر نبید. پشت کار داشته بید موفق بید. برای چیزی که لوتت اگر لوتت واقعا پده بگیرید موفق بید رسید. این چیزیه که من لوتت. دیگه گپی که دارن از اون کشمر خدمتا کمک کنن تا افراد تحصیل کرده و تی تجربه برای دیگر منتقل کنن. تمام تجارب اگر منتقل به نوکن تحصیل کردن، نوکن در واقع افرادان در تمامی قسمتان این تجربه منتقل به کار راحت‌تر بید. هم در زمینه کاریابی اشتغال زایی هم ادامه تحصیل. انتقال تجارب واقعا نکته مهمی. اگر تحصیل همراه با تخصص بتیشی سر من گشته تاکید کنیم من تقریبا چین کسال دیگه جشن فارغ التحصیلی یک شعاری در گوانگی بلوچیان باشتن بوانند که بزانند. این حقیقت نه. اگر شما درس‌ها تحصیل آنچه بوانند که تخصصی کسب کنید بیکار نماند اجتماعی تا نه تنها بیکار نمه بلکه توانه یک نیروی تولیدی بید، توانه دیگران کمک کنید، کمک فکری کنید، شرکت‌گران سرمایه استفاده کنید، کار ایجاد کنید، نه فقط پواد بلکه اینکه صدها نفر و هزاران نفر توانه در شروع فارغ التحصیلی یا هنگات خیلی منطقه فارغ التحصیلی باید صاحب تلاش بکنیم که الان نظمی ترمای اولیه با درسایی که مفیدتر انتباه برای کار، درسایی که مهمتر برای آزمون‌های بعدی مثل آزمون ارشد تمام تأکید بیشتر بکنیم و وقت بیشتر را درسان بدیم. به خصوص بخش عملی درست رشته‌های عملی مانند رشته. امید پیروزی و موفقیت برای تمام دانشجویان به خصوص دانشجویان فارغ التحصیل که با امید خدا در تمام مراحل زندگی به خصوص حالا مراحل تحصیلی و مراحل در مراحل زندگیش بکنیم. امیدوارم که یک روزی بیتن که شما هم یه دیگه کامانی رو داشت شما جنک و بچک هنچو بملند گلو شادار انشالله هنچو شما هم ملشیکان بید. مهربانی سال یه توصیه هایی به دانشجویان دوره لیسانس، فوق لیسانس و همچنین دکترا دارم. در واقع دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن
برای ادامه تحصیل میتونن به دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی برن و اونجا ادامه تحصیل بدن و در واقع به مدرک لیسانس اتکا نکنن و دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن همچنین میتونن کارآفرین و خلاق باشن، در واقع با استفاده از تخصصشون ایجاد شغل بکنن و دانشجویانی که میخوان فارغ التحصیل بشن و افراد بیکاری که تو جامعه هستن نیاز منطقه، نیاز استان و افقی که برای توسعه سیستان و بلوچستان در چشمانداز 1404 هست، توصیه اکید ما به دانشجویان عزیز این هست که احساس مسئولیت بکنن نسبت به هم نوعان خودشون، نسبت به کشور خودشون و نسبت به استان خودشون و دانشجویان فارغ التحصیل که الان فارغ التحصیل شدن فرض رو بر این نگیرند که تحصیلشون تموم شده، بلکه وارد یک دنیای جدیدی خواهد شد. آرزوی موفقیت رو برای تک تک دانشجویان عزیز و فارغ التحصیل دارم و این موفقیت بزرگ رو به تک تک دانشجویان عزیز و فارغ التحصیلان و خانواده هاشون و همچنین شهروندان استان در واقع تبریک میگیم و امیدواریم که این دانشجویان بتونن سهم موثری در حل مشکلات جامعه و توسعه و بالندگی استان. خوشنودی، عضو هیئت علمی و استاد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم. خدمت همه دانشجویان سلام عرض می‌کنم و براتون آرزوی توفیق و موفقیت دارم، به ویژه برای دانشجویانی که فارغ التحصیل شدن و محیط دانشگاه رو ترک می‌کنند. آرزوی موفقیت و سربلندی در جامعه را دارم. توصیه‌ای که خدمت دوستان و به ویژه دوستان بلوچ عرض می‌کنم، توسعه استان منوط به مشارکت شماست و برنامه‌هایی که دانشگاه سیستان بلوچستان و دولت جمهوری اسلامی برای منطقه داره نیاز داره که دانشجویان بلوچ مشارکتی بیشتر و سهم بیشتری در این برنامه داشته باشند و پایه اینها با این است که شما در
درس‌های دانشگاهیتون با توفیق بیشتر، با معدل‌های بالاتر، تا بتونید بعد در ادامه تحصیل و برنامه اعزام‌ها، ادامه تحصیل‌هایی که دانشگاه برای برنامه دوستان بلوچ دارد مشارکت بکنید، تا انشاءالله نسل بعدی از اعضای هیئت علمی از دانشگاه و از مدیران دانشگاه از میون خود شما انتخاب بشید. برای شما همه آرزوی توفیق و موفقیت.